سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل میس کد. من مجیدم و امروز میخوایم در مورد یه فایل منیجر صحبت که تقریبا میشه گفت مثل فایل منیجر ویندوز و ویندوز 7 که خب خیلی وایب ویندوز 7 رو به ما میده تو سطح وب و کلی مدیریت میتونیم بکنیم، فایل میتونیم آپلود کنیم داخل حالا این فایل منیجر و یه جورایی انگار که داریم با سیستم عامل ویندوز کار میکنیم. یه جورایی فایل منیجر تقریبا نزدیک به خود ویندوزه که خیلی کار رو راحت کرده، سعی کردن خیلی یو آی و تمیز در بیارن و خیلی شبیه به خود همون سیستم عامل ویندوز 7 باشه. امروز میخوایم این فایل منیجر رو داخل ASP.NET Core پیاده سازیش کنیم و از قابلیتاش بگیم و نحوه پیاده سازیش و کجا به درد ما میخوره که من حالا یه ویو کلیشو دارم به شما نشون میدم که حالا اینجا ما میتونیم آپلود کنیم. اگه فایلی رو بخوایم آپلود کنیم اینجا فایل رو انتخاب میکنیم، گزینه آپلود رو میزنیم و اینجا آپلود میشه. میتونیم دانلودش کنیم، زیپ کنیم، کات کنیم، فولدر بسازیم اینجا حتی و مووش بدیم داخل فولدر مورد نظرمون و کلی کارهای دیگه. در نهایت میتونیم همینجا این فولدر رو زیپ کنیم، زیپش رو پاک کنیم و تقریبا یه جورایی یک فایل منیجر کامله که تو حوزه پلتفرم وب اجرا میشه و کلی کارا میتونیم براش بکنیم. حالا بیشتر استفادهش میتونه تو سیستم ها و CMS های تولید محتوا باشه که خب کل پنل ادمین تقریبا هی نخوان فایل آپلود کنن، صرفا اینجا میان کل فایلاشون رو اینجا کلی میزنن آپلود میکنن اینجوری و در نهایت فایلاشون که آپلود شد از یه طریق دیگه که یه کامپوننت داره که حالت چویز فایل پیکره که حالت انتخاب داره و این دقیقا این روت رو به شما میده که بذارید توی حالا مسیر دیتابیس و در نهایت از اینجا شو کنید که حالا در ویدیوی آینده شاید چویس پیکرش هم فعال کردیم و بتونیم چویس پیکرش هم پیاده سازی کنیم و نحوه استفادهش رو آموزش بدیم. خب بریم که این فایل منیجر رو ببینیم چجوری وارد ASP کردیم و از چه شرکتیه. خب این فایل منیجر برای شرکت گلیم تچ هست که تو حوزه فایل منیجر رو اینا کار کرده که یه فایل منیجر اتفاقا حالت سرورینگ دارن که مثلا شما میتونید یه فایل منیجر روی یکی از سروراتون بیارید بالا و اونجا حالت اشتراکی باشه، مثلا یوزر پس بدید و بفروشید که مثلا بریم اینو نمونهش رو ببینیم. لایو دمو رو که بزنیم همچین حالتی داره که شما میتونید به کاربراتون یوزر پس ارائه بدید و بگید که با این یوزر پس شما میتونید لاگین کنید. وقتی که لاگین کردن حالا یه فضایی دارن که یه جورایی حالت فضای ابری میتونید بهشون بدین که حالا فایلاشون رو اینجا آپلود کنن و بعدا بتونن مدیریت کنن که حالا اینجا مثل که فایل های ورد و ویزو و اینا رو هم میتونه باز کنه، حتی خود پاورپوینت هم به همین صورت که حالا یکم اینترنت ما ضعیفه، احتمالاً یکم طول میکشه. آره بفرمایید، فایل حتی پاورپوینت هم باز کردن. حالا از این مودش که بگذریم دیگه فایل التیمیت داره که این مورد ما میخوایم استفاده کنیم. اینا همون داکیومنت ویوراش هست که همین الان دیدید که یه دونش همین پاورپوینت بود که به ما نمایش داد و حالا ایمیج داره و ویدیو داره که حالا اینا رو تو تحت وب برای ما میتونه نمایش بده. اگر روی این فایل کلیک کنید که حالا اینجا میتونید لایو دموش رو ببینید که حالا اگه کلیک کنیم ASP.NET کورش رو برای ما میاره که با حالت حالا
نحوه سرور سایدش و کداش هم حتی به ما نشون میده که چجوری اینا دارن اجرا میشن. حالا این برای وب فرم فکر کنم. آره، تقریبا از تکنولوژی قدیمی مایکروسافت تا بروز شده هاشو داره. میتونید هر نسخه‌ای که نیاز دارید استفاده کنید. برای اینکه داکیومنتش رو بتونید بخونید، اینجا یه قسمت داره به اسم داکیومیشن که داکیومنت ها رو میتونید 4 قسمت تقسیم کردن. یکیش همون فایل التیمیته که ما میخوایم پیاده کنیم. اگر روی این قسمت بزنید که داکیومنتش باز بشه، خب یه سیستم ریکوایرمنت داره که میگه شما میتونید از ویژوال استودیو 2015 تا 2022 رو از داتنت 5، داتنت کور 2 و داتنت فریمورک 742 به بالا استفاده کنید. و نوع پروژه هاتون هم باید مثلا از این مورد تایپ ها باشه، اسپی کور 5 باشه، 3 و 1 میتونه باشه، 2 2 3 یا حتی داتنت فریمورک 472 و MVC قدیم که رو داتنت فریمورک بود. وب فرم که خیلی قدیمیه دیگه، تقریبا شاید پروژه جدید باش نیو نشه. وب پیج داریم که اینم به همون صورت، حتی همون ریزور پیج ها هم میتونید باش اجرا کنید. و بقیه تایپ ها که حالا کنسول و دسکتاپ پروژکت که وب نیستن فکر نکنم بتونید اجرا کنید. اینجا گفته که برای دپلویمنت و استقرار روی سرورها چجوریه، که گفته شما میتونید از معماری های ویندوز x86 و x64 رو روی آرم پابلیش کنید و دپلوی کنید و از ویندوز سرورهای 2008 نسخه R2 تا 2025 رو ساپورت میکنه و نسخه 32 بیتیش هم که و 64 بیتی دوباره سیستم عامل عمومی که عرضه شده از ویندوز 7 تا 11 رو دارید. روی iOS 7 به بالا اجرا میشه و روی پلتفرم‌های لینوکس که اگر از دات نت کور استفاده کنید استفاده میشه. من خودم حتی با داکرم اینو پیاده سازی کردم، رو داکرم به خوبی بالا میاد و اجرا میشه. اینجا بروزرهایی که گفته قبول میکنه که ساپورتشون میکنه و روشون راحت اجرا میشه رو گفته نسخه‌اشو، که اینترنت اکسپلورر 8 به بالا بوده که دیگه این خداحافظی میکنیم باشون دیگه. تقریبا مایکروسافت از دنیا محوش کرد. ادج رو داریم که جدید اومده، سافاری نسخه 6 به بالا و کروم نسخه 18 به بالا، فایرفاکس 12 به بالا و اپرا هم 12 به بالا. و نسخه‌های بروزرهای موبایلی هم که گفته سافاری iOS 6 به بالا، کروم نسخه اندرویدش 4.1 به بالا و اینترنت اکسپلورر دوباره ویندوز 8 به بالا که حالا شما میتونید جای این همون ادج رو در نظر بگیرید. خب این فایل التیمیت خب قطعا رایگان نیست و پولیه. جانم؟ پول وگه پول. و شما احتمالاً همه فیچراشو فول نتونید استفاده کنید اگه لایسنسشو نداشته باشید، یا اصلا هم نتونید استفاده کنید. ولی خب ما یه جایی کرک این فایل التیمیت رو پیدا کردیم و کلا فول میتونیم استفاده کنیم ازش. که حالا من برای اینکه شما بتونید از این DLL های این فایل التیمیت استفاده کنید و نیازی به لایسنس کی نداشته باشه، حالا ایمیلمو میذارم، میتونید ایمیل بزنید و اونو من داخل گوگل درایو با شما شیر میکنم و میتونید دانلود کنید و استفاده کنید. حالا اینجا نحوه قرار دادن لایسنس رو گفته که حالا یه شناسه است. حالا اینجا برای ASP.NET کلاسیکه، اینجا همون MVC .NET Framework که اپلیکیشن استارت میشه اونجا قرارش میدادیم. و برای پروژه VB و این مدل تایپ پروژه هم گفته که همچین کلاس استاتیکی هست، میتونید لایسنس رو اونجا بهش معرفی کنید. اما برای ASP و ASP کور همون از پایپلایناش داریم که میتونید همونجا که دارید یوزینگ میکنید پایپلاینشو، خب لایسنس کی هم بهش بدید و استفاده کنید. خب میریم که ورژن هیستوریشو داشته باشیم. آخرین ورژنی که دادن 9.6.4 و خب فکر کنم ورژن ما خیلی قدیمی تر باشه. حالا من دقیق یادم نیست ورژنش چنده، ولی خب میدونم که اینا خیلی ورژن های جدیدی هن. خب
API reference رو داریم که تقریبا داره نیم اسپیس های این پروژه رو میگه که هر کدوم تو چه فضانامی قرار گرفتن و چیا داخل اون فضانام قرار گرفتن. خب این همون فایل Ultimate Configuration هست که خب احتمالا لایسنس کی و اینا دقیقا اینجا قرار گرفته، ببخشید. و تریال اکسشن کی current احتمالا یه تنظیمات اولیه اینجا از ما میگیره و متدا رو اینجا توضیح دادن هر کدوم چی کار میکنه و متدا چی هستن. و یو آیش هم که تقریبا همون ایونت های سمت یو آیی که سمت فایل منیجر اجرا میشه که شما میتونید روی ایونت هاشو بخونید چجوری کار میکنن. حالا اگه امکان شخصی سازی شده بدن شما بتونید روش تغییرات اعمال کنید و حالا وب فرمش هم به همین صورت. اینم API هاش هست که میتونید بخونید که این پروژه چجوری تقریبا کار میکنه. خب همونجور که حالا دات نت روی زبان C# و F# و VB اجرا میشه، اینجا نسخه VB هم داره که میتونید با VB هم پیاده کنید. خب میریم که بدونیم چجوری میتونیم این فایل التیمیت رو اجرا کنیم و روی پروژه SP Core بیاریم بالا. گفته که میتونید از NuGet Package Manager نصبش کنید به این اسم glimteach.fileultimate و حالا اینجا یه سری توضیحات داده که چجوری نصبش کنید اینا که برای مبتدیاست دیگه. خیلی فکر کنم ما دیگه بدونیم حداقل چجوری میخوایم یه پکیج رو نصب کنیم. خیلی کار سخت فکر نکنم برامون باشه. گفته که این قسمت گفته اگه که شما از قبل دانلود کردید چه میدونم حالا یه نسخه خاصی رو دارید و از NuGet نمیخواید استفاده کنید، روی پروژهتون باید کلیک راست کنید، رفرنس رو بزنید، بعد رفرنس و فایل که دانلود کردید این دوتا فایل رو به پروژه خودتون اضافه کنید تا بتونید فایل منیجر رو نیم اسپیساش بیاد و شما یوزینگ بشه بتونید استفاده کنید. خب میریم که بعد از اینکه نیم اسپیس ها و اینا رو اضافه کردیم ببینیم چه جوریه. اینجا گفته که خب حالا اسمبلی ها رو که اضافه کردید استارتاپ باز کنید که از دات نت تقریبا 5 به بالا ما استارتاپ رو از دست دادیم و مایکروسافت همه استارتاپ رو برد تو پروگرام دات CS و گفت همونجا ستاپ کنید. حالا خیلی چیز خاصی نیست و همین. خب اینجا گفته که بعد اینکه یوزینگ رو انجام دادید سرویس @glimteach رو اضافه کنید که کلاساش و سرویساش فعال بشه تو پروژه شما و یه دونه هم پایپلاین داره که اینجا باید فعال کنیم که حالا ریکوستایی که میاد سمتش مسیریابیش مشخص شه که بره به سمت گلیمتچ و پردازش کنه. حالا دقت کنید که قبل از استاتیک فایل و یوزینگ روت و اینا باشه. خب اینجا گفته که گلیمتچ از دیستریبیوت مموری کش استفاده میکنه و سشن و اگه میخواید اینو فعال کنید باید که ردیس رو اضافه کنید و احتمالاً بهش معرفی کنید که خب ما الان میگذاریم فعلا کاری با اینا نداریم. اینجا هم همون پیغامی که گفتم که گلیمچین باید قبل از استاتیک فایل و روتینگ و اند پوینت باشه که اولین درخواست رو ایشون چک کنه که اگه فایل منیجر بود اکسپت کنه و پردازش کنه. اینجا هم که دوباره همون بحث لایسنس بود که خب صحبت کردیم در موردش که فعلا کاری باش نداریم چون تقریبا DLL ما کرک شدن و این قسمتش احتمالاً پاک شده، نیازی نداره که لایسنس رو بهش معرفی کنیم. خب و ما اینجا که میخوایم استفاده کنیم از خود گلیمتچ گفته که تو فایل حالا یه MVC تمپلیت خالی باز کنید که index.html شو این موارد رو اضافه کنید که خب اینجا نیم اسپیس های خود گلیمتچ هست و اینجا هم که ساختار خود HTML هست و با ریزور تقریبا ترکیب شده که اجرا کنه. اینجا گفته از فایل منیجر یه دونه نیو کن، ویدیو هایت فایل منیجر رو بگو و ریسایزیبل هم که یعنی بتونه سایزش رو تغییر بده. و روت فولدر گفته که خب من از کدوم روت شروع کنم، ریشه من کجاست که من فولدرها رو بیارم. از دبلی روت خود پروژه شما شروع کنم، بستگی به کانفیگ شما داره. اینجا مثال اصلا پروژه شما مثلا یه اسپیکور پابلیش میکنید اصلا وصل میشه به یه API دیگه یا اصلا یه مسیر دیگه، مسیر فایلای شماست، میخواید از اونجا شروع کنه فایل منیجر رو به تحت وب بیاره مثلا نشون بده.
و اینجا هم گفته که هر چی تو این روت بود و دسترسی فول داره این فایل منیجر و میتونه ادیت کنه، آپلود کنه و همه پرمیژن ها رو تقریبا داره. و اینجا هم که اد کرده به روت فولدر گفته که پرمیژنش تو هم به این صورت. و تو ساختار HTML پایینتر گفته که خب یه فایل منیجر دیس رندر هد داره که خب این مال خود همین گریم کچ عزیزه که گفته هدر من چجوری رندر میشه و کانفیگوریشن هم چه دقیقا فایل منیجر رو بهش دادیم. تو این قسمت دقیقا همون بحث سایز و اینا رو داریم بهش معرفی میکنیم که چجوری یو آیش رو تنظیم کنه. تو بحث رندر بادی هم که خب وقتی که ما مسیر فولدر و اینا رو بهش اختصاص دادیم که خب متوجه بشه که مسیر ریشه اولش فولدری که باید شروع کنه دیتاهای داخل اون فولدر و همینجور درختی ساختار درختی بره جلو کدومه که داریم تنظیمات رو بهش میدیم دوباره که خودش این قسمت میره این قسمت رو میخونه. حالا درسته دوستشون فایل منیجر رو میگیرم ولی این قسمت دقیقا برای تنظیمات خود فایل منیجر یو آیشه. و خب اینجا گفته یه نکته میتونید تو ایندکسمون نذاریم و مستقیم تو همون ویو ایمپورت پروژه اسپی تون بذارید و استفاده کنید که خیلی حالا اینجا بحث سلیقه است که تنظیمات پروژه شما چند تا لیوت داشته باشید و اینجور داستانا که اگه مثلا ادمین پنلتون باشه خب تقریبا جداش میکنید چون که تمیزتر و خانه کد بالاتر باشه و مدیریتش براتون راحت تر باشه. خب بریم سمت ASP و یه پروژه درست کنیم که من از قبل درست کردم و همین تنظیمات اینجا گذاشتم و دوباره میریم استپ استپ با هم دیگه به شما نمایش میدم و در نهایت پروژه رو اجرا میکنیم و میبینیم. خب این یه پروژه ASP.NET Core MVC که با .NET 9 اجراش کردیم ساختیمش. خب یه نکته مهم من توی اجرای پروژه که خواستم پروژه رو اجرا کنم خب 2 تا خطا تو موقع ران تایم بهم داد که گفت که شما باید پکیج سیستم دراینگ کامان رو نصب کنی و سیستم ران تایم کشینگ که گفتم اوکی من نصب میکنم و این 2 تا پکیج رو که نصب کردم پروژه به راحتی اجرا شد. احتمالاً سیستم کامان برای فایل هاست که حالا نمیدونم چرا توی خود فایل التیمیت داکیومنتش نگفته بود اینا رو نصب کنید که میتونیم بریم بخونیم که حالا دلیلش چی باشه ولی خب احتمالاً یه دونه از رفرنس های لایبرریش این است. سیستم ران تایم کشینگ هم که قطعا برای اینکه یه سری پریویو و فایل ها رو کش کنه که هر بار نخواد آی او سرور ما رو زیاد درگیر کنه. و اینجام که من DLL رو از قبل داشتم اومدم گذاشتم کنار سولوشن و در نهایت اینجام که اد رفرنس رو زدیم همونجور که خود داکیومنت گفته بود بروز رو زدیم و دقیقاً توی قسمت DLL که همینجا وجود داره انتخاب کردیم کامان و فایل التیمیت رو انتخاب کردم و اد رو زدم و اضافه شد به پروژه اسپیکور ما. خب حالا اینجا به 2 تا صورت گفته بود شما میتونید پیاده کنید که ما اومدیم اینجا گفتیم تو ایندکس میتونیم پیاده کنیم که ما فایل منیجر رو اینجا کانفیگ کردیم. اینجا گفتیم ویدش چی باشه. اینجا من چک کردم دیدم تا یه تایپ خاص میگیره. من این تایپ خاص رو یوزینگ دادم و یه درصد داشت که من گفتم ویدش 100% باشه. شما میتونید ثابت هم بدید درصدی هم نباشه مثلا بگید مثل پایینی 200 حالا نمیدونم اون مقیاسش چیه پیکسل یا چیز دیگه است واقعا متوجه نمیشم ازش چون که فقط عدد رو میدیم بهش. و ریسایزبل هم اونور که گفت برای ما میتونیم اندازه فایل منیجر رو کوچیک و بزرگ کنیم. از اونجایی که ما اینو 100% گذاشتیم احتمالاً این شما مشاهدهش نمیکنه. حالا توی مسیر جلوتر اینو میایم از 100% در میاریم و یه سایز فیکس میدیم بهش که بتونیم ریسایزبلش هم ببینیم که چجوری ریسایزبل کنیم. اینجام که روت فولدر رو گفت معرفی میکنیم یه دونه نام داره که نام شروع فولدرمون میدیم شروع ابتدایی اولین فولدر رو میدیم که خودش گفته روت فولدر که همون فارسیش هم بخوایم بگیم میشه ریشه اصلی یا شروع فولدر پوشه یا هر چی میتونید بذارید اینجا اسمش دست خودتونه. و اینجا اومدیم از آی وب هاست انوایرمنت استفاده کردیم گفتیم که موقع شما اجرا شدیم مسیر فولدر ما هم وب روت پسه
در واقع داریم میگیم که خود اینه و ایشون میاد اینجا و این دایرکتوری رو شروع میکنه به خوندن و به این فایل منیجر معرفی میکنه. پرمیشن هم که همونجور که گفتم دسترسی فول میده بهش و روت فولدر هم که دوباره میگه که این دسترسی روت فولدر رو بهش بدیم. خب اینا هم که صحبت کردیم در موردش. رندر هدر تنظیمات همین کانفیگوریشن رو اینجا رو انجام میده. رندر بادی هم احتمالاً فولدرامون رو میخونه و نمایش میده به ما. توی program.cs یه دونه، حالا اونجا در داتنت های پایین تر بود که گفتیم استارتاپ داریم که حالا مایکروسافت حذف کرده، ولی اینجا یه دونه builder.service.add میزنیم که سرویس گلیمتچ کانتینرهاش اینجا فعال شن و به اپ ما معرفی شن. اینجا هم که اپ یوز گلیمتچ رو داریم که پایپلایناش رو فعال میکنه. حالا اگه دقت کرده باشی من بعد از روتینگ گذاشته بودم ولی هنوز درست هم باز اجرا شده بود، ولی خب خودش گفته که قبل از اینا بذاریم و ما میاریمش بالاتر و اینجا فعال میشه. حالا این از ورودی فکر کنم به ما یه دونه ورودی میگیره که حالا ببینید این نسخه نداره، مثلا احتمالا نسخه اینجا داشته باشه که لایسنس کیو بهش معرفی کنیم. خب نداره. آره نداره این نسخه از DLLی که ما داریم استفاده میکنیم نداره. ممکنه شما برید DLL کرک شده جدیدی پیدا کنید یا اینکه اصلا از کرک شده استفاده نکنید و از NuGet نسخه جدیدش رو بگیرید، ولی خب دیگه اون داره اینجا میتونید استفاده کنید. بستگی داره که بخواید استفاده تجاری کنید یا مثلا برای خودتون بیارید بالا و اگه ببینید چجوری حال میکنید باش یا نه. و این قسمت هم تموم شد. اینجا رجیستر کردیم، اینجا پایپلاینش فعال کردیم و اینجا هم که معرفیش کردیم. این قسمت هم که میتونستیم اضافه کنیم همونجور که توضیح داده بودم، ولی خب ما کار اضافی بود اضافه نکردیم و حالا پروژه رو ران میکنیم. بله اینجا میبینید که فایل منیجر برای ما اجرا شد. این هم همون نام شروع پروژه است که گفتم که اولین روت فولدری که میخواد برای که شروع کنه به نمایش دادن رو گفته شما باید معرفی کنید که خب ما معرفی کردیم. حالا قبلش روت فولدر بود و ما فارسیش کردیم که جواب میده. و دیگه فایل منیجر برای ما اجرا شد و اینا هم موارد دقیقا اگه ما داخل www root بریم به css miscode باید همچین فایلی رو ببینیم. خب ما میایم css miscode و بله همچین فایلی میبینیم و حالا همین لحظه میتونیم اینو پاک کنیم. حالا اگه ما اینو پاک کنیم میبینید که از اینجا هم رفت و اصلا کلا فولدر هم پاک شد. به این صورت حالا اینجا دوباره میتونیم کلی کار جالب میتونیم مثلا آپلود دسته‌ای بذاریم، فولدری آپلود کنیم. مثال من چی آپلود کنم؟ مثال اینو بخوایم آپلود کنیم، گفته که میخواید آپلود کنید یه دسترسی از شما میگیره خود بروزر. میگیم بله فایل اگزه هست به خاطر همین دسترسی رو گرفت و آپلودش میکنیم. میبینید که اینجا آپلود شد و فایل رر بود، ببخشید فکر کردم که فایل اگز است و اینجا هست و دیگه دانلودش میتونید بکنید. حالا اجراش نمیتونید بکنید و قابلیت هایی که بالا هست. حالا تو اگر خیلی از این فایل منیجر حمایت شد و علاقه بیشتری دوستان نشون دادن، میتونیم قابلیت های زیادی داره این فایل منیجر که حتی ما میتونیم زبان اینجا رو فارسی کنیم و آپلودر فایل کاستوم بنویسیم. مثلا که در پروژه های CMS میخوایم یه عکس برای وبلاگمون انتخاب کنیم، یه کلیک راست کنیم همچین فایل منیجری باز شه، بگیم این عکس رو انتخاب کن و برای ما ثبتش کن، دیگه نخوایم اونجا آپلود کنیم دوباره و به مشکلات بخوریم. یکی از قابلیت های خیلی مهمش دقیقا همین برای سیستم های تولید محتواه که فایل های سنگین دارن و اینا که از آپلود میکنن روی سرور
و موقعی که میخوان محتوا رو انتشار بدن و بارگذاری کنن دیگه توی سایت نمایش بده، صرفا اینجا مسیرش رو انتخاب میکنن و از قبل آپلود شده، حالا چه ویدیو باشه و حالا فایل سنگین تر. یکی از استفادهاش میتونه این باشه. یکی از استفاده دیگه هم اینکه شما میخواید سری فایل ها دارید بین خودتون، دوستانتون، بین شرکتی و هر جور که فکر کنید اشتراک گذاری داشته باشی. یعنی چیزی که شما اینجا اشتراک میذارید یوزر پس بدید یه نفر دیگر هم ببینه یا ازش استفاده کنه و داشته باشید، که حالا میتونید یه سیستم اتنتیکیشن لاگین و لاگوت کوچولو براش بنویسید که یوزر پس دیتابیس تعریف کنید، لاگین کنه و وارد بشه. حالا گفتم این فایل منیجر نسخه سرور داره که خودش این قابلیت ها رو داره که من هنوز ازش استفاده نکردم. حالا اگه موافق بودید که نسخه سرورش رو پیاده سازی کنیم و ببینیم چه جوریه، که خب توی کامنت ها بهمون بگید که بریم پیاده سازیش کنیم که ببینیم چه جوریه. مرسی که تا اینجا ویدیو وقت گذاشتید و ویدیو رو دیدید و نظراتتون و نحوه حالا ویدیو رو کم و کاستی داشت ببخشید، و اگه انتقاد پیشنهادی دارید حتما تو کامنت ها بهمون بگید و تا ویدیوی دیگه بدرود.